سپاهان و پرسپولیس در جام حذفی. پرسپولیس با ترکیب پایه 4-4-2 و سپاهان با ترکیب 4-2-3-1 بازی رو شروع کرد. سپاهان در فاز بازی سازی با ترکیب 2-4-4 سعی میکرد با یک پاس دایگونال وینگرهای خودش رو صاحب توپ بکنه و با استفاده از نقطه ضعف پرسپولیس، یعنی مشغول کردن مدافعین وسط پرسپولیس با یک بازیکن بدون توپ، مهاجمای خودش رو صاحب توپ بکنه. دقیقاً مشابه گل اول. اما کارتال هم بیکار نشسته بود. ایراد بازی با گلگهر رو که یعنی فعال نبودن کانال‌های کرانی رو با تغییر وینگرهای خودش حل کرد. پرسپولیس امسال در خط دفاعی بسیار پر اشتباهه و اگر وینگراش روز خوبی رو نداشته باشن اون بازی رو میبازن. قبل از اخراج آلیشا پرسپولیس خیلی خوب داشت از طرف کانال‌های خودش حمله میکرد، اما وقتی به خاطر اخراج مجبور به عقب نشینی شدن، دفاع کردن خوب بلد نبودن. فضای بین مدافعین بسیار زیاد بود و همچنین در یارگیری من تو من بسیار سردرگم نشون میدادن. بهترین بازیکن زمین محمد مهدی